دوستای عزیزم، هوا فوق‌العاده است. خب ما الان طبقه 11 هستیم و کاری که من انجام دادم اینه که با آسانسور اومدم به این طبقه. اگر میخواستم با پله بیام چقدر فرق داشت، چقدر معذیت میشدم، چقدر ممکن بود که حالا وسط راه ببرن این طبقات رو و چقدر زمانم گرفته میشد. دقیقاً آموزش دیدن کار آسانسور رو میکنه. شما مسیرت کوتاه‌تر میشه و خیلی راحت اون چیزی که میخوای آشکار میشه و میبینیش. دوستان عزیزم، در ادامه ویدیو قبلی میخواستم خدمتتون عرض کنم که دقیقاً ما تو زندگی با آموزش دیدن تمامی طبقاتی که با آسانسور میریم و کار خودمون راحت کردیم به راحتی میتونیم طی کنیم. آموزش دیدن اینقدر مراجعه میندازه، در صورتی که با همون پله بخوایم این کار رو انجام بدیم خیلی زمان بیشتری میبره. آموزش دیدن باعث میشه تو زمان ما صرفه جویی بشه.